عقابی بلند پرواز بودم و اشتیاقم به پرواز در نهایت بود. در قفسی گرفتار آمدم و زنجیری سهمگین بر بالهایم نهاده شد. صباحی چند تقلای آزادی کردم و بالهایم زخمی شد. چند صباحی تن به غذا دادم و آزادی را خیالی پنداشتم و صباحی چند تمنای آزادی و رهایی را تجربه. درهای قفس گشوده شد و رها گشتم. افسوس که پرواز را از یاد برده بودم، ولی شوق پرواز در وجودم پر می‌کشید. تمرین پرواز را آغازیدم و با هر بار افتادن قدمی به پرواز نزدیک شدم. صدای خرد شدن استخوان‌هایم را می‌شنیدم و درد سراسر وجودم را گرفته بود. گهگداری با سفره دیگران شوقم را به نیشخند گرفتم و همرنگ جمع شدم و گاهی صدایی در درونم فریاد می‌زد: شوقت تو را زنده نگه داشت، پس به خود خیانت مکن. نوای پرواز به سوی نور بالهایم را گشود و از درونم آوایی برخاست که راه همین است. گوش بسپار، آزادی در درون توست. از ترس رها شو، از درون آزاد شو تا رویاهایت را زندگی کنی، تا زندگیت را بسازی. آزادی را از درون تجربه کنیم. انسان آزاد در بند نمیماند و برای آزاد شدن نیازی به اجازه کسی ندارد. باور آزادی آزادی است. از بندهای من رها شویم. انسان آزاد در بند نمیماند و برای آزاد شدن نیازی به اجازه به اجازه کسی ندارد. بندهایت را باز کن.